کتاب نوبتی که در صحیفه 1000 کتاب معلومات می‌دهیم، کتاب کمال نصرالله تحت عنوان محمل آه. کتاب محمل آه کتاب 19 در سلسله کتاب‌های 30 سالگی استقلالیت است. کتاب نام برده از طریق مؤسسه نشریه معارف سال 2019 نشر شده است. کتاب از 240 صحیفه یعنی 15 جزء چاپی عبارت است. صحیفه های درون کتاب یک رنگ بوده، مقابلش رنگه می باشد. کتاب با صفت اعلی در مطبع جمعیتی سهامی پوشیده گنج نشریات با تعداد 10,000 نسخه چاپ شده است. کتاب نوی شاعر خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام رودکی کمال نصرالله با روحیه بلند وطن دوستی، انسانگری و نیکمنشی، ترنم غایه های بلند ملی و بشری، عمیق اندیشه ها و مشاهده های شاعرانه، پژوهش فلسفه زندگی و عشق و پاک انسانی کی هاست که در بین خوانندگان محبوبیت پیدا کرده است. شعرهای شاعر در سبک‌های سنتی و مدرن و زبان روان و بیان‌های روشن می‌توانند بهترین احساسات و ارمان‌های انسانی را در خوانندگان انگیزش و پرورش دهند و سهم بارز خود را در تربیت معنوی جوانان و نسل نورس بگذارند. کمال نصرالله سال 1950 در دهه پنجرود ناحیه پنجکند تولد شده است. خدمتکرده فاکولته فیلولوژی تاجیکی، دانشکده آموزگاری شهر دوشنبه، کارمند مجله‌های مشعل و صدای شرق، دیرکتور اداره ترغیب ادبیات اتفاق نویسندگان، سرمحرر مجله چشمه، معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان از سال 1979، برنده جایزه دولتی به نام ابا عبدالله رودکی، شاعر خلقی تاجیکستان. این کتاب برای آنهایی که میخواهند به ایجادیات کمال نصرالله شناسایی پیدا کنند دستور خوب است. کتاب را از مغازه‌های کتاب میتوانید دسترس نمایید. این بود معلومات مختصر درباره کتاب کمال نصرالله تحت عنوان محمل آه. ما وابسته از تضادهای زندگی با شما تنها کتاب همنشین و همصحبت است. زیرا یگانه دوستی که شما را فریب نمیدهد و بی آزار است این کتاب می باشد. کتاب خوانید و با ما باشید. پخش نمودن تگمچه قید را فراموش نکنید. خیر دوستان عزیز، تا نشری نوبتی صحیفه 1000 کتاب.